بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب، رجبی هستم، هنرآموز خیاطی نایسه شیراز. بعد از طراحی قسمت پشت و جلوی بالاتنه در نرم افزار جیمینی میخوایم قسمت پهلوها رو مشخص کنیم. ما به تفاوت خط کمر نسبت به کادر و کنترل باسن و کمبود مقدار باسن نسبت به کادر رو به دست میارم. نیاز به نقاط جدید روی خط کمر و خط باسن دارم. در ابزار اصلی شکل‌دهی سربرگ‌های متغیر ایجاد نقطه جدید رو میزنم. روی خط کمر نقطه رو میکشمش و همین کار رو برای قسمت باسن انجام میدم. خب خطم رو مشخص میکنم، از سربرگ‌های متغیر نقطه مشخص، سربرگ‌های متغیر ایجاد نقطه جدید رو میزنم. ما به تفاوت کمر و کادر رو که به دست آوردم برای قسمت جلو بدون منفی میزنم، یعنی هر عددی که هست رو خودش وارد میکنم، ولی برای قسمت پشت باید با عدد منفی وارد کنم. نقطه رو مشخص میکنم، ایجاد نقطه جدید و مقدار رو با منفی وارد میکنم. خب برای قسمت باسن هم ما به تفاوت رو به همین شکل مشخص میکنیم. خط وسط، نقطه وسط انتخاب میشه و از سربرگ متغیر ایجاد نقطه جدید فاصله رو برای جلو 2 میزنم، برای پشت منفی 2 وارد میکنم. خب نقاطم به دست اومدن، میام توی ابزار رسم، سربرگ خطوط آزاد، از حلقه آستین کلیک میکنم روی خط کمر و روی خط اضافه باسن اینتر میزنم تا خط قطع بشه و قسمت جلو رو هم به همین شکل میکشم، حلقه آستین، کمر و باسن، اینتر. خب به این شکل قسمت پهلوی بالاتنه رو طراحی کردیم. اگر که بخوام این قسمت جلو و پشت رو از هم جدا کنم، روش های متفاوتی داره، ولی روشی که توی جزوه گفته این بوده که بیایم توی ابزار رسم، سربرگ رسم آزاد خطوط انتخابش کنیم و تمام نقاط رو دوباره طراحی کنیم. روی نقاط کلیک کنیم و یک الگوی دیگه به این شکل کپی برداری از الگوی خودمون داشته باشیم. روی تمام نقاط کلیک میکنیم، اینتر میزنیم خط قطع بشه و الگو رو میذارمش بیرون. دوباره باید بشینیم اینها رو طراحی کنیم. این حلقه گردن رو انتخاب کنیم، توی سربرگ شکل دهی تبدیل خط به منحنی این نقطه رو انتخاب میکنیم 90 درجه و نقطه کناری گردن رو هم انتخاب میکنیم، به اینم 90 درجه رو میدیم و همین کار رو برای حلقه آستین هم انجام میدیم تا الگومون طراحی بشه. خب کار دیگه ای که و قسمت جلو هم به همین شکل انجامش میدیم. میایم توی ابزار پوشاک، روی خط موازنه کلیک میکنیم. توی پنجره وضعیت زاویه رو 270 میدم، اینتر میکنم تا خط راستان به صورت عمود و درست قرار بگیره. این هم از مطالبی که برای کامل شدن بالاتنه نیاز داشتیم که بهتون گفته بشه. موفق و مؤید باشید در پناه حق.